السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروزی ما مد لازم و مد عارض می باشد. برادران پیوست شوند انشاءالله درس را آغاز میکنیم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته. ما در روسیه هستیم. درس امروزی ما درس تجوید است. انشاءالله برادران پیوست شوند درس را آغاز میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته. مسلم تیوی ما در تتریستان هستیم اگر دانید. تتریستان وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته. انشاءالله برادران پیوست شوند درس این روزه را آغاز میکنیم. بله در قریبی کزم. بله الحمدلله تیار باشد. شخصانی که در درس پیشتره بودند از شما وظیفه خانگی را اجرا کرده اید. سوره هایی که برای وظیفه دادیم که بخوانید و از آنجا قاعده های گذشته را بیابید، این وظیفه را اجرا کرده اید؟ برادر مهربان وظیفه خانگی را اجرا کرده اید؟
آمین آمین برادر، شما هم تبریک میگویم. انشالله خداوند به این ماه شریف ما رو برساند. ماشاءالله. خب اگر سوال ها باشد اوید درس گذشته مرحمت سوال ها هست. اگر سوال ها نباشد به درس دیگر آغاز میکنیم. ماشاءالله. بهترین اگر شما این قاعده های گذشته را از یاد کرده باشید، حفظ کرده باشید، بهترین است. انشاءالله بعد درس های دیگر آغاز میکنیم. هر یک درسی که وقتی میگذاریم باید شما قرآن رو شده آن قاعده ها را از قاعده های گذشته را از قرآن باید بیابید. آمین آمین. یوریبک شما یکم بار است در این درس به فکرم به شما میرسونیم که در این کانال ما درس های تجوید میگذرد. اگر شما قرآن خواندن توانید مرحمت به درس ها پیوست شوید، انشالله بهره میبرید. و درس هایی که پیشی که شما اشتراک نداشتید میتوانید از کانال ما در یوتیوب آنها رو دسترس کنید. برادر یوریبک فهمیدید؟ اگر خط عربی رو خوندن میتونید مرحمت میتوانید در این درس ها اشتراک کنید. اگر نمیتوانید اول باید خط عربی رو آموزید. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بهذا العلم في دارين. اللهم إنا نسألك علما نافعا. انشاءالله درس امروزه را آغاز میکنیم. بله برادر یوریبک اگر توانید تماشا بکنید. این درس 11 هم است و درس‌هایی که ما گذاشته کنید در یوتیوب در کانال ما اونها رو دسترس کنید. این درباره تجوید است، قاعده درست خواندن قرآن کریم. خب برادر، چون به مثل هر دفعه از یک حدیث که در فضیلت قرآن است آغاز میکنیم. در حدیث امروزه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند حسد بردن به دو کس اجازت است. یعنی که ما میدونیم که حسد بردن این یکی از گناهان است، ولیکن به دو شخص حسد بردن اجازت است گفتن در این حدیث. یکم به شخصی که خداوند بر او عنایت کرده است که آن شب و روز قرآن میخواند. آن شخصی که شب و روز قرآن میخواند و خب به قرآن عمل میکند، به این شخص حسد بردن اجازت است. و دوم به شخصی که خداوند بر او مال عطا کرده است و او مالش را در راه رضای خدا شب و روز صرف میکند، به این شخص هم حسد بردن اجازت است. یکی چگونه حسد؟ نه اینکه این انسانی که قرآن را میخواند شب و روز، نه اینکه این شخص از خواندن قرآن باز ایستد، نه اینکه این مردی که خداوند بر اون مال داده است از مالش فنا شود، مالش از او رود. نه این طور که من هم مثل او قرآن خوان بشوم، من هم مثل او توانم که شب و سحر قرآن را بخوانم، مثل آن شخصی که روز و شب مالش را صدقه میدهد من هم مثل آن بشوم. یعنی این طور حسد بردن اجازت است و نه این طور که آنها از این کارهایشان محروم شوند. کسی که قرآن میخواند از خواندن قرآن و کسی که پول دارد صدقه میدهد از مالش محروم شود. نه این طور، یعنی حسد سفید نه حسد سیاه. به همین سبب وقتی که ما یک حافظ قرآن رو میبینیم که قرآن رو بنهایت با آوازی گوارا میخواند، خوش میخواند، بی خطا میخواند، یعنی که در دل ما یک حسد پیدا میشد که من هم مثل همین بشوم. انشالله این حسد خوب است. این حسد است که اجازت است. و حسد شما نه این که باشد که بگذار از این خواندنش، یعنی که
از این آوازش محروم شود، این حسدی یعنی که ناجایز می باشد. و اینچنین انسانی که خداوند بر او مال داده است و او مالش را روز و شب و روز صدقه می کند، ما هم باید این خیلی حسد داریم که خداوند بر من هم مال داد که من مثل این برادر چنین توانم، چنین صدقه کرده توانم، نه اینکه این برادر از مالش محروم شود. این بود حدیث امروزه، مضمون حدیث امروزه. اینکه ببینید اینکه حسد بردن یک گناهی که کبیره است، یک گناه است که اینکه یک گناه است برای خاطر، لیکن در این دو چیز، در خواندن قرآن، در کسی که ماهر قرآن است، قرآن میخواند، شب و روز قرآن میخواند، و کسی که شب و روز صدقه میکند، که در این دو شخص حسد خوردن اجازت است. به این خاطر که من هم مثل آنها شدم. انشالله به درس امروزه آغاز میکنیم. درس امروزه چون که به شما معلوم است مد لازم و مد عارض می باشد. مد لازم و مد عارض می باشد. مد لازم چیست؟ سوال: کدام وقت مد لازم می شود؟ جواب: حرف مد آمده، بعد حرف مد سبب مد سکون لازم آید، مد لازم می شود. در درس های پیشی ما به شما گفتیم که حرف های مد کدام هایند: واو، الف، یای، سه تا حرف مد، واو، الف، یای. و سبب مد کدام هایند؟ سبب مد ما به شما گفتیم که همزه شدن می تواند و ساکن. و گفتیم که این ساکن تقسیم می شود به دو گروه: ساکن لازم، یعنی که ساکنی که در اول هست، ساکنی که در اول هست، و دویم ساکن عارض پیدا می شود، یعنی که ما در آخر آیت می ایستیم به سبب ایستادن پیدا می شود، این را ساکن عارض گویند. و این مد لازم، این مد است که ساکنی لازمه دارد، یعنی ساکنی که در اول هست ساکنی لازمه دارد. سوال: مد لازم چند مقدار کشیده خوانده می شود؟ جواب: مد لازم را مقدار 6 حرکت کشیده می خوانیم. اگر از مقدار 6 حرکت کمتر خوانیم گناهکار می شویم، برای خاطر اینکه این مد لازم 6 حرکت خواندن لازم است. 6 حرکت خواندن لازم است. و علیکم السلام و الله. اینجا در کتاب این چنین آمده است و آنچه که در این کتاب نه آمده است در قاعده مد لازم من به شما میفهمانم. مد لازم، علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، مد لازم به دو گروه تقسیم می شود. مد لازم به دو گروه تقسیم می شود. یکم مد لازم کلمی، یعنی که مد لازم کلمی یعنی که آن مد لازمی که تنها به کلمه ها دخل دارد، به کلمه ها. دویم مد لازم حرفی، مد لازم کلمی آن مد لازمی که به کلمه ها دخل دارد. و دویم مد لازم حرفی آن مدی که به حرف ها دخل دارد. انشاءالله حاضر من به شما این را خوب میفهمونم. ما گفتیم که مد لازم چیست؟ سوال بود. جواب این که اگر بعد از حرف های مد ساکنی لازمه آید، این مد را مد لازم میگویند. و وقتی که ما در اینجا مثال ها رو میبینیم، ببینید برادران، وقتی که ما مثال ها رو میبینیم، بعد از حرف مد، حرف الف هست، سکون رو دیده نمیشود. خیلی نه، ببینید بعد از حرف مد سکون رو دیده نمیشود. و ما گفتیم که
بعد از حرف مد باید سکون لازمه آید. و در کجاست این سکون لازمه؟ این سکون لازمه هست. این سکون لازمه هست. به سبب تشدید گرفتن سکون لازمه رو بیرک ننویستن. یعنی در اینجا دو تا حرف لام است. دو تا حرف لام ببینید. ولا ضال، در حرف یکم لام سکون است و در حرف دوم لام به سکون است. ولا ضالین. این طور باید باشد در اصل. این طور باید باشد و به سبب اونه که وقتی که دو حرف لام، دو حرف یخیله روبرو پسی هم می آیند، باید یکی آنها رو بگیریم و تشدید گذاریم. و همین خاطر این سکون لازمه هست در یکم حرف لام و در دویم حرف لام، حرف دویم لام با کسره می آید. در اینجا هم ببینید دبه، دبه. در اینجا هم هر دو حرف ب دو تا حرف ب است. یکم حرف ب سکون قطعی می آید و دویم حرف ب فتحه قطعی می آید. به سبب که دو حرف یک خیله پسی هم آمده اند، یکی آنها را بیره کرده در روی دیگریش تشدید گذاشتند. یک در اصل سکونی در بالای ب یکم سکونی لازمه است. این به شما فهمه شد؟ این به شما فهمه باشد. مثال سیوم رو ببینید. مثال سیوم که بعد از حرف مد، حرف لام آمده است که یک تا است، دو تا نیست. سکونش ظاهر است. ببینید سکونش ظاهر است. الان، الان. در اینجا که یک تا حرف، در این کلمه که یک تا حرف لام آمد، در این کلمه که حرف لام یک تا آمد، یعنی سکونش ایستاد. این به همه شما فهمه شد؟ این بود مد لازمی کلمی، یعنی که مد لازمی که به کلمه ها دخل دارد. یکم مثال ولا ضالین. این در سوره فاتحه می آید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. این در سوره فاتحه می آید که ما باید مقدار 6 حرکت دراز کرده بخونیم. اگر از 6 حرکت کمتر بخونید این خطا می باشد. به همین سبب این در خواندن سوره فاتحه اهمیت بدهید که باید این طور باشد. ولا ضالین، یعنی 6 حرکت مد را باید کشیم. این مقدار حرکت که 3 ثانیه دوامی در 3 ثانیه ممکن است که مقدار 6 حرکت کشیم. در 2 حرکت مثال 1 ثانیه اگر حساب کنیم این طور هم میگویم که با انگشت ها شماریده می شود. ولا ضالین مقدار حساب کنیم میشه. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. باری دیگر به شخصانی که نو پیوست شدن باری دیگر میفهمونیم که مد لازم که چی مد می باشد؟ این مد می باشد که بعد از حرف های مد سکونی لازمه می آید. ما گفتیم که در 2 مثال بالایی برای چی سکون نیست، برای خاطر آن که در اینجا در اصل سکون هست. یکم سکون در اینجا که حرف لام 2 تا حرف آمده است، در یکم حرف لام سکون است و در دویمش کسره. در اینجا که حرف ب 2 تا آمده است، در اصل در حرف یکمی به سکون باید باشد و در دویمش فتحه. به سبب اون که در زبان عربی اگر دو حرف یک خیله پسی هم آیند، یکی آنها را گرفته در بالای دیگرش تشدید میگذارند و همین سبب سکون
لیکن نمایان نیست. و در مثال آخر که الان که در اینجا حرف لام یک تا آمده است، سکونش ظاهر شده است. این است قاعده مد لازم کلمی. و مد لازم حرفی باشد، این چی مد است؟ این آن مدی که به حرف ها دخل دارد. یعنی ما میدونیم که در بعضی از سوره های قرآن با حرف ها خوانده می شوند. یعنی که اولی سوره یعنی که حرف ها رو می خونیم، نام حرف ها رو، به مثل در سوره بقره الف لام میم، یعنی حرف لام و حرف میم رو ما باید مقداری 6 حرکت باید کشیده خوانیم. حرف لام و حرف میم را ما باید مقدار 6 حرکت کشیده خوانیم. و سوره دیگر یاسین و سوره دیگر با حرف قاف سر می شود، قاف. و مثال دیگر یک چند سوره با چنین حرف ها سر می شوند، حمیم حمیم. یعنی آن سوره هایی که با نامگوی حرف ها آغاز می یابند و در روی آنها علامتی این چنین علامتی مد آمده است. ببینید علامتی مد را، این حرف ها را ما مقداری 6 حرکت کشیده می خوانیم. ببینید این یعنی که علامتی مد است. این علامتی مد است. آن سوره هایی که با حرف ها سر می شوند و در روی آنها علامت های مد آمده است، ما این حرف ها را مقدار 6 حرکت کشیده می خوانیم. مثال الف لام میم. باز از سوره نون والقلم و ما یسطرون. و این چنین سوره ها بسیار هستند که با این حرف ها آغاز می یابند. این بود قاعده مد لازم. و می گذاریم به مد عارض. می گذاریم. مد عارض چیست؟ سوال: کدام وقت مد عارض می شود؟ جواب: حرف مد آمده، بعد حرف مد سکون عارض آید، مد عارض می شود. بله، مد عارض می شود. یعنی که خود سکون عارضه چیست؟ ما در درس‌های پیشی گفتیم این سکون است که به خاطر ایستادن بعد از آیت سکون پیدا می شود. یعنی که در اصل سکون نیست و تنها به خاطر ایستادن و نفس گرفتن ما این سکون پیدا می شود. یعنی که حرکت به سکون مبدل می شود. مد عارض مقدار، سوال دیگر، مد عارض مقدار چند حرکت خوانده می شود؟ مد عارض مقدار 2 3 و تا 5 6 حرکت خوانده می شود. از 2 تا 6 حرکت خوانده می شود. مثال ها از قرآن به شما می آوریم. از سوره فاتحه ببینید. از سوره فاتحه الحمد لله رب العالمین. ببینید حرف مد باید، یکم شرط مد عارض این است که حرف مد باید حرف ما قبل باشد. یعنی که حرف آخر نباشد و حرفی که ما قبل باشد، که پیش از آخر، حرف پیش از آخر باشد. و در اینجا ما سکون بکنیم، ما در اینجا بیستیم و در وقت ایستادن این فتحه به سکون عارض مبدل می شود. این سکونی پیدا شده به سبب ایستادن. الحمد لله رب العالمین. دوم مثال الرحمن الرحیم. ببینید در اینجا هم حرف مد حرف ما قبل است، یعنی که پیش از آخر است. ببینید پیش از آخر و ما در اینجا ایستادیم. به سبب این ایستادن ما کسره ای که بود به سکون مبدل شد. این را سکون عارض گوید، یعنی سکونی نو پیدا شده. و آیت دیگر مالک یوم الدین. در اینجا هم حرف مد حرف ما قبل است، حرفی پیش از آخران حرف. و در وقت ایستادن مالک یوم الدینی بود
ولیکن در وقت ایستادن این کسره به سکون مبدل شد که این سکونی عارض گویند. به همین سبب این در اینجا ما کمی کشیده میخونیم. مقداری باری دیگر به شما میگویم مد عارض و در دیگر کتاب ها مد عارض للسکون نام دارد، یعنی به سبب سکون مقداری 2 حرکت یا 3 یا 4 5 تا 6 حرکت ممکن است خواندن. و از آداب خواندن این است که اگر در آیت یکم شما 2 حرکت کشیدید، در آیت های بعدی هم 2 حرکت بکشید. و اگر در آیت یکم شما 5 حرکت کشیدید، در آیت های بعدی هم شما 5 حرکت بکشید. و اگر در آیت یکم شما 6 حرکت بکشیدید، در آیت های دیگری هم 6 تا بکشید. یعنی که این خیلی نشود که در آیت یکم 5 تا کشید، در آیت دوم 3 تا، در آیت سوم 2 تا. یکی از آداب‌های خواندن این میباشد که همه مد عارض های شما که در یک سوره می آیند مقدارشون یک باشد. مثال ببینید در سوره فاتحه اگر مقدار 2 حرکت بکشیم، الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. اگر مقداری 3 حرکت یا 5 حرکت ببینید، الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اینکه شما حس کردید در بار یکم همشان رو با مقدار 2 حرکت خواندیم و در بار سوم در مثال دوم همشان رو با مقدار 3 حرکت خواندیم. این است از آداب خواندن قرآن که همه مدهای عارض یک خیل کشیده خوانده شوند. ماشاءالله اگر فهمه باشد خیلی خرسند هستیم، خوشحال هستیم. یک مسئله دیگر رو ما باید به شما بگویم که یعنی که در آیتی که در سوره که مد عارض و مد لازم می آید، مثال در سوره فاتحه در آیت آخران ولا الضالین یکم مد عارض لازم می آید، دوم مد عارض می آید. ببینید لین مد عارض است و ضال مد لازم است. مد لازم باید از مد عارض همه وقت بسیار یعنی که بسیارتر کشیده شود. اگر در اینجا ولا ضال باید مد عارض 6 حرکت کشیده شود، نه مد لازم ببخشید باید مد لازم 6 حرکت کشیده شود و مد عارض که لین هست 5 حرکت یا 4 حرکت یا 3 حرکت کشیده شود. کم باشد از مد لازم، برابر نباشد. فهم شد؟ بنابر بیشتری برادران در این خواندن در خواندن سوره فاتحه در آیت آخرون چنین خطاگی را می‌دهند، مد لازم را کمتر میکشند و مد عارض را بسیارتر. مثال ولا ضالین میکشند، این خطا است. باید وقتی که ما لین میکشیم این مد عارض است و ولا ضال مد لازم است. مد لازم باید 6 حرکت باشد، واجب است 6 حرکت و مد عارض میشود که 2 4 تا 5 6 نباید شود، برای خاطر که در اینجا مد عارض مد لازم آمده است. این هم به شما فهم شد؟ اینه که حق مد عارض از مد لازم کمتر است، باید کمتر شود. این بود درس های امروزه، درسی درباره مد لازم و مد عارض. به همه شما فهم شد؟
بله، خیلی خوشحال هستم که همه شما فهمیده باشد. اگر سوال باشد، م، سوال به درس های امروزه اگر باشد مرحمت بگید. سوال هست است؟ حرف ای آوریز نامیده می شود دوستان. حرف یا، حرف واو الف یای، واو الف یای حرف های مد می باشد. حرف های واو الف یای در اینجا فقط مثال یای آمده است. حرف یای اینها سبب می باشد. یک چیز را در این مد بگویم که اگر ما بعد از آخر آیت نه ایستاده به آیت دیگر بگذاریم، در این حالت مد عارض نمی شود. خوب گوش بدهید، بار دیگر ببینید. اگر ما در آخر آیت، مثلا آیت سوره فاتحه الحمدلله رب العالمین خوانده دوام داده خوانیم، مد عارض نمی شود، مد طبیعی می شود. مقدار 2 حرکت خوانده می شود. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بفهمید؟ فهمیدید همه شما؟ اگر ما آیات ها را چسبانده خوانیم، آیت یکم را به دوم، دوم را به سیوم، نه ایستاده نفس نگرفته، در اینجا مد عارض نمیشد. برای خاطر که ما گفتیم که در اول سبب مد عارض این سکون است. این سکون است که این حرکت را به سکون تبدیل می‌دهد. این ایستادن است که حرکت را به سکون تبدیل می‌دهد. فهمیده؟ اگر ما نایستیم در آخر آیت ها را پیوست خوانیم، مد عارض نمی‌شود. مد طبیعی می‌شود که مقدار 2 حرکت خوانده می‌شود. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین و دوامش. همه شما فهمیده؟ اگر ما در آخر آیت ها نایستیم، آیت ها را پیوست خوانیم، مد عارض نمی شود. مد طبیعی می شود که مقدار 2 حرکت فقط خوانده می شود. خوب، اگر فهمیده باشید خیلی خوب. اگر سوال ها اوید مد عارض و مد لازم باشد مرحمت سوال بدهید. سوال ها اوید مد لازم و مد عارض باشد مرحمت سوال بدهید. اول سوال های داخل درس را ببینیم. ممکن است که بعضی برادران سوال داشته باشند. سوال های داخل درس ممکن باشد. بسم الله. بسم الله. سوال ها باشد مرحمت. درس به همین شما فهمون شد. اگر درس فهمون شده باشد، وظیفه خانگی سوره فاتحه را گشاده تلاوت کرد. مدهایی که مد عارض بسیار آمده است، قریب هر یک آنها را یک بار خوب نظر بکنید و یک مد لازم که در آخرین آیت آمده است آن را هم خوب نظر بکنید. و بیشتری برادران ما خطاگی در خواندن همین کلمه ولادالین را دارند. بیشتر این خطاگی را دارند و خواستم که امروز به شما بگویم که چه خیلی خطاگی می شود. چه خیلی خطاگی است در کلمه ولادالین. حاضر به شما میفهمونم. خطاگی در خواندن سوره فاتحه، در کلمه ولادالین. ببینید این کلمه، از ما یک بار این را بفهمانم به شما، بعد اینجا در سوال های شما میبینیم. کلمه ولادالین، ولادالین
خطاگی یکم خطاگی این که این الف باید مقدار 6 حرکت خوانده شود. این الف را یک خیل شخصان به مقدار از 6 الف کمتر میخوانند. مثال ولا ضالین میخوانند که این از 6 حرکت کم است. این خطا است. خطاگی یکم. خطاگی دوم این که الف را نمیکشند، حرف لام را میکشند. این چونین ولا ضالین میگویند. این هم خطا است، چون ما باید الف را کشیم نه حرف لام را. حرف لام بله دو تا خوانده می شود، نه بیش از دو تا. یکی خطاگی دوم ولا ضالین، این هم خطا است. خطاگی سیوم الف که باید 6 حرکت کشیده شود، الف را از 6 کمتر و حرف یای که باید 3 تا 5 حرکت، از 2 تا 5 حرکت کشیده شود، این را 6 میخوانند، این را کمتر. مثال خطاگی سیوم چنین است ولا ضالین، یعنی مد عارض را از مد لازم درازتر کشیده میخوانند. این هم خطاگی میباشد. این بود 3 خطاگی که در قاعده مد در سوره فاتحه یک خیل بیشتر گوییم میشد اکثر مردم خطا میکنند. و خطاگی دوم در تلفظ حرف بجای حرف ضاد حرف زا را میخوانند و ضالین میگویند. این هم خطاگی است برادران. برای همین حرف مخرج حرف ضاد را، حرف ضاد که به حرف دال نزدیک می باشد، آموزید مخرج حرف ضاد را. نه حرف ضاد است، ضاد با، نه حرف ز. کسی که ولا ضالین میخواند خطا است. این بود درس امروزه ما. مرحمت سوال ها باشد، سوال ها آیدی درس باشد مرحمت بدهید. یاریبک ولا ضالین به مقدار 6 حرکت خوانده می شود. از 6 حرکت کمتر خطا است. اینه که با وقتی که با میگویم باید 6 حرکت خوانده شود، چون مد لازم می باشد، مدی که واجب است 6 حرکت کشیده نشد. و لین را ولا ضالین، لین را می توانید 2 حرکت، 3 حرکت و 5 حرکت را کشید، ولیکن ضال که مد لازم است 6 حرکت کشیدن لازم است. این بود جواب به سوال شما. با سوال ها باشد مرحمت. سوال ها آیدی به درس باشد مرحمت، نباشد درس را به آخر میرسانیم. سلامت باشید. ماشاءالله خیلی خوب. وظیفه خانگی را بار دیگر تکرار میکنیم که وظیفه خانگی سوره فاتحه می باشد که شما باید کشاده آن را خوانده و این قاعده مد لازم و مد عارض را تکرار بکنید. خوب، سوال ها نباشد انشالله به همین درس امروزه را به آخر می رسانیم. به شما خداوند جزای خیر بدهد، آموختن این علم را به همه شما بگرداند. علیکم السلام برادر مهربان، شما دیر کردید، می توانید این درس را تماشا بکنید انشالله. انشالله حرکت بکنیم که در نیت هست که قاعده مدا را تا ماه رمضان به آخر رسانیم، چون ماه رمضان ماه عبادت است، ماه
ذکر است بیشتر وقت خود را در این صرف کنیم، چون در شبها در تراویح هستیم و فکرم وقت کمتر می شود. انشاءالله حرکت میکنیم تا ماه شریف رمضان را این قاعده های مد را به آخر رسانیم. یکی 4 قاعده گذاشتیم، باز باقی مانده قاعده مد هست. انشاءالله بعد از رمضان باز درس های تجوید را انشاءالله باز دوام میدهیم. بسم الله. سوال باشد بدهید. بسم الله. مهربان انشاءالله درس تجوید مختصرش هست. الکی تو 5 درس، تو پنجمش انشاءالله ششمش ممکن که فردا تیار شود و اینها درس های مختصر است، میتونید از آنها هم استفاده برید. از شما هم الله راضی باشد یا رب. انشاءالله دعا کنید که همه این درس ها، همه این تنها برای راضی او باشد، سوال شما پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خواهر داشتند؟ نه، پیامبر صلی الله علیه و سلم نه خواهر نه برادر هیچ کس نداشتند، برای خاطر که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که در شکم مادر بودند پدری پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشتند. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم تولد شدند، پدرشون از دنیا گذشتگی بودند. در یک روایت می‌آید که 6 ماهه بودند در شکم مادر، در روایت دیگر کمتر می‌آید. خلاصه این که پیامبر صلی الله علیه و سلم تولد شدند، پیش از تولدشون پدرشان از دنیا گذشته بودند و همین سبب فرزند یکم بودند و اینچنین خواهر یا که اپا نداشتند. بسم الله. با سوال باشد مرحمت. و این درس های سوال جواب را از حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم می توانید در آمده در کانال ما مخصوص پادکست که چنین نام دارد از حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم، که به فکرم 20 سوال هست، 20 سوال جواب است از حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم. و علیکم السلام. الحمدلله ما خوب هستیم. گوش کردن کدام نمود موسیقی ها که حرام است؟ آن موسیقی هایی که لغو دارد. لغو یعنی سخنهای بیفایده، سخنهای بی معنی، سخنهای به شهوت میکشند، سخنهای به فسق و فساد میکشند. با مانند استراده های امروزه که کلیپ های امروزه که فقط به فحش و فساد و به سخنهای بی معنی، به سخنهای یعنی که یگان معنی ندارد وقتی خود را صرف میکنید، سخنهای فحش هستند، سخنهای دروغ هستند. این سخنها، این موسیقی را گوش کردن ممکن نیست است. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز، کیها را حضرت گفتن درست است؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت گفتن میتوانید هم را حضرت بگویید. یک وی حرمت است. حضرت ما میگویم حضرت علی، این چنین گفتن حضرت عثمان، یک حرمت است. به مانند به زبان تاجیکی اکا چی خیلی شما، یعنی که اکا گفته حرمت میکنه. حضرت یعنی که از کلمه عربی بوده، این یک برای حرمت کردن است. و عادتا حاضر در زمان ما عادتا حضرت آن شخصان میگویند که در ما در تاجیکان ما اینه که ملاها را دو ملا میگوییم و در ترک زبان ها، در تترها و در دیگرها
حضرت رو، یعنی که انسانی که دیندار است، رنگی ما ملا میگوییم، دو ملا میگوییم، اینها همین ملا دو ملای خودشون رو حضرت میگویند. اینکه ما میگوییم که پیش فلان دو ملا رفته درس گرفتم، تترها میگویند که ما پیش فلان حضرت رفته درس گرفتیم. این فرقیت رو دارد، اینه که به مثل ملا و دو ملای ماست حضرت. استاد یک سوال دارم، اولین در اسلام مسلمان شد یاریبک. با این سوالی که شما دادید، اولین در اسلام، اولین شخص در اسلام کی بود؟ در همون سوال جوابهای پیامبر صلی الله علیه و آله که در نوارها هست میتوانید پرتر بیاید. من خلاصه کرده به شما میگویم که از مردها یکمین شخصی که اسلام را قبول کرد این ابوبکر صدیق بود، و از زنها که یکمین زنی که اسلام را قبول کرد این مادرمان خدیجه، یعنی همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند. از زنها یکمین شخص حضرت خدیجه بودند، و از کودکان یکمین شخصی که اسلام را قبول کرد علی ابن ابو طالب بودند. درباره جنت یگان عضو التماس خیلی میخواهیم فهمیم. انشاءالله وقت شود، فرصت شود، درباره جنت نوار ثبت میکنیم. ابوبکر، شما سوال شما دوامش کنی. ابوبکر، زن میتوان در وقتی ذکر، اینه که ذکر کردن، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، ذکرهای شبانه روزی، این ذکرها رو میتواند کردن. فقط قرآن رو گرفته از قرآن که شده سوره خواندن نمیتواند، یعنی که سوره خواندن نمیتواند، ممکن نیست، ولیکن ذکر کردن ممکن است، ذکرها ممکن است. ذکر کردن ممکن است، ذکرهای شبانه روزی، ذکرهای پیش از خواب، بعد از خواب، این ذکرها رو کردن ممکن است و سوره خواندن ممکن نیست. و اینچنین اگر سوره های اخلاص، فلق، ناس را به نیت ذکر خواند پیش از خواب، اینچنین هم اجازت میدهند علما. استاد پدر نام امام اعظم نامشون چی بود؟ نعمان بن ثابت، یعنی پدرشون ثابت نام داشت. پدرشون ثابت نام داشت که امام اعظم، نام اصلی امام اعظم نعمان است، نعمان ابن ثابت. سرودهایی هستند که برای پدر و مادر است که این چی می شود گناه می. سرودهایی که در وصف پدر و مادر، در وصف وطن دوستی، در وصف که با معنی هستند و اینه که در آن که موسیقی ندارند، میشد انشالله گوش کردن. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جوانان دیر کرده باشد میتونید این نوار رو تماشا بکنید. الحمدلله ما خوب هستیم. بله، هر آدم را حضرت گفتن ممکن است. صلوات تیوی، هر آدم را حضرت گفتن ممکن است. بله، صلوات حضرت. خب نام اصلی امام اعظم شد، نام اصلیشو نعمان بود. استاد، شوخی کردن در اسلام جایز است؟ بعضی ها میگویند گناه است. شوخی کردن در اسلام جایز است در شوخی راست باشد، هزل راست باشد، دروغ نباشد. پیامبر صلی الله علیه و آله شوخی میکردند و در شوخیشان یگان چیزی دروغ استفاده نمیبردند. شوخی که راست باشد و شوخی که معیار داشته باشد، از معیار نبراید. برای خاطر همه این جنگ و جنجال ها همش از شوخی سر می شود. که معیار داشته باشد، که شخص را تحقیر نکنید، شخص را طعنه نکنید، شخص را پس نزنید به این شوخی هاتون. و اکثریت در بین جوانان شوخی های میکنند که در اسلام روا نیست، یعنی که پس میزنن، یک کس را تحقیر میکنن، قد پس میگون، قد بلند میگون، چی میگون. برای همین این شوخی های اجازت نیست و تنها شوخی که قولش اجازت است. تسبیح گوید، زن میتوان در وقتی حیض تسبیح گوید؟ بله، ابوبکر
ذکر کردن اجازت است. ذکر کردن. صلوات. هر آدم را حضرت گفتن جایز است یا نیست؟ معنای حضرت گفتن این یک احترام قائل کردن به شخص می باشد. اگر بخواهید که کسی را حرمت کنید بگویید حضرت، هیچ گم ندارد. و عادتا این در ملت های ترک یک عادت شده است، در تترها، که ملاهای خود را حضرت میگویند. اینه که ما ملا را دو ملا گفتیم، اینها ملای خود را حضرت میگویند. استاد الله نگهدار باشم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یوری بک، خوب خوش به شما. بله، به همین استاد شما ما در تتریستان هستیم. در تتریستان، جمهوری تتریستان. با همین درس این روزه را با آخر میرسونیم. سلامت باشه. در آخر دعا میکنیم که خداوند این آموختن علم تجوید را به هر یکی ما آسان بگرداند و اجرش را خودش به ما نصیب بگرداند و ما را از اهل قرآن بگرداند، چون اهل قرآن این اهلی است که روز قیامت یعنی که قرآن آمده به آنها شفاعت میکند. روز قیامت از عذاب قبر، از عذاب روز قیامت آنها نجات مییابند. و این قرآن را که در این دنیا دوست گرفتیم و دوست میگیریم، انشالله که تا روز قیامت آمده ما را شفاعت کند و این درس هایی که گرفته ایستادیم همش سبب شود که در نامه اعمال ما خداوند اجر بنویسد. آمین آمین. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و صحبه وسلم. الحمد لله الذي هدانا الى الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ورحمنا وبارك لنا. اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم وأكرمنا بنور العلم والفهم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. به همه شما خوابهای خوش و برکت در تحصیل علم، در کار و بار، در حیات، در روزگار. به همه شما برکت خواهانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در امان الله مهربان باشید.